دیگه قسمت نمیشه انگار دست تو را بگیرم برای آخرین بار برای تو بمیرم گریه نکن سینگل ترین لید ایکیجی لید ایویاره. لید ایویار مثل همه آدمای سینگل کمتر مورد توجه قرار میگیره. ما 7 تا حالت هستن که توی لید ایویار یه سری تغییرات ایجاد میکنن که باعث میشه ما یک سری تشخیص های حیاتی رو زودتر بذاریم. لید ایویار هر چی رو داره نشون میده برعکسش رو لید 2 داره نشون میده. اصلا لید ایویار با لید 2 مشکل داره. انگار لید ایویار لید 2 رو ببینه میبندتش بپرس. این لید ایویاره. حالا من اگه برعکسش کنم هوش لید ایویار اگه برعکس بشه بین لید 1 و 2 قرار میگیره. یکی از حیاتی ترین تشخیص هایی که میتونیم بذاریم تشخیص MI یا تریوسل دیزیز یا پاراکسیمال لفت مین کورونری آرتری کات شده باشه. از این 7 حالت حیاتی رو یادت نره که ملکه ذهنت بشه. به نام خدا سلام. توی این ویدیو قرار راجع به سینگل ترین لید ایکیجی یعنی لید ایویار صحبت کنیم. این ویدیو به شدت مهمه. چرا؟ چون لید ایویار رو اکثرا نادیده میگیریم و کمتر کسی به لید ایویار توجه میکنه. واسه همین به لید ایویار لید سینگل یا لید یتیم یا لید نادیده گرفته شده میگیم. اما اصلا لید ایویار چیه؟ وقتی که لیدی که به دست راست وصله رو ولتاژش رو افزایش بدیم تقویتش کنیم لید ایویار به دست میاد. لید ایویار با زاویه منفی 150 درجه داره به قلب نگاه میکنه. یعنی یه چیزی دقیقاً مقابل حد وسط بین لید 1 و 2. تغییراتی که لید ایویار نشون میده تقریبا مقابل لید 2 هستش، یعنی کاملا در تضاد با همدیگه هستن. لید ایویار رو اگه برعکسش بکنیم حد واسط بین لید 1 و 2 قرار میگیره. پس تغییراتی که لید ایویار نشون میده اگه برعکسش بکنیم تقریبا به تغییرات لید 1 و 2 شبیه هستش. گفتم که اگه برعکسش بکنیم به این ایکیجی نگاه کنیم. لید 2 یک موج پی مثبت داره، یک کمپلکس QRS مثبت داره و یک موج تی رو به بالا و مثبت داره. گفتیم لید 2 در تضاد با لید ایویار هستش. لید ایویار رو نگاه کنین، یک موج پی منفی، یک کمپلکس QRS منفی و یک موج تی اینورت داره. 7 تا حالت هستن که ما به کمک لید ایویار میتونیم بهتر به تشخیص برسیم، زودتر به تشخیص برسیم. چرا؟ چون یک سری تغییرات رو توی لید ایویار به وجود میارن. مهمترینشون مورد اوله. توی حالت ACS وقتی که یک ST elevation توی لید ایویار داشته باشیم مثل حالتی که اینجا هست، نشان دهنده گرفتگی تریوسل دیزیز یا لفت مین کورونری آرتریه. مورد دوم، توی اکیوت پریکاردیت جدا از اون تغییرات دیگه ای که داره توی لید ایویار یک پی آر سگمنت الیویشن و یک استی سگمنت دپرشن داره. یک پی آر سگمنت الیویشن و یک استی سگمنت دپرشن داره. مورد سوم، توی اکیوت پی تی ای یا آمبولی ریوی ما یک استی الیویشن رو توی لید ایویار میبینیم. دوباره تکرار میکنم، جدا از سایر تغییراتی که دیگه ای که داره توی لید ایویارش ما استی الیویشن میبینیم. مورد بعدی، توی نرو کمپلکس تاکیکاردیاها مثل ایویارتی ما یک استی الیویشن رو توی لید ایویار میبینیم مثل استی الیویشنی که اینجا هست. مورد بعدی، توی تاکیکاردی هایی با کمپلکس پهن مثل ویتی مونومورفیک ویتی یک موج آر غالب میبینیم، یک موج آر مثبت میبینیم مثل حالتی که اینجا هست. اما یک نکته ای داره که در تضاد با اینه، یعنی یک حالت استثنا داریم. کجا؟ توی RVOT ما این نکته دیگه ست نمیکنه و توی لید ایویار کمپلکس ما منفی هستش. مورد بعدی توی مسمومیت با داروهای ضد افسردگی 3 حلقه‌ایه که ما یک موج آر بلند رو توی لید ایویار میبینیم، یعنی یک آر غالب رو توی لید ایویار میبینیم مثل حالتی که اینجاست. یک آر غالب یا یک موج آر مثبت رو توی لید ایویار میبینیم. مورد آخر که دو حالته، یکی دکستروکاردیه و یکی جابجا بستن لیدهای دست راست و
دست چپه که موج آرمون مثبت میشه، لید یکمون منفی میشه و موج آرمون، لید آرمون، همه موج ها مثبت میشن که این حالت رو توی دکستروکاردیو جابجا بستن لیدها یه دست راست و دست چپ میبینیم که افتراق اینها هم با لیدهای پریکاردیاله. EKG ها و سایر نکات کاملتر هر کدوم از این حالت ها رو توی چنل تلگرام هم گذاشتم. شما میتونید وارد بایوی پیج اینستاگرام بنده بشین و لینک چنل تلگرام اونجا هست، میتونید روی لینک کلیک کنید و وارد چنل تلگرام هم بشین و اطلاعات کاملتر هر کدوم از این حالت ها رو مشاهده کنید.